درود میفرستم دوستان گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بنده عرفان وب دیو هستم و به کانال یوتیوبی من خوش اومدید. متاسفانه مدتی نتونستم آموزش ها رو ادامه بدم، به این علت که میکروفونم دچار مشکل شد و الان مجبورم با میکروفون خود سیستم براتون آموزش ها رو ضبط کنم. پس اگر صدا داره با کیفیت بد به حضورتون میرسه، پوزش بنده رو پذیرا باشید. توی این ویدیوی آموزشی بنده قصد دارم این انیمیشن شبکه‌های اجتماعی رو براتون پیاده سازی بکنم به دو روش. اولین روش با استفاده از ویجت های ویرایشگر جدید المنتور، یعنی ویرایشگر وی4 المنتور میخوام براتون پیاده سازی کنم که اگر بعدها این ویرایشگر به نسخه آلفا رسید و عرضه شد، عزیزان بتونن استفاده کنن از این آموزش. و در روش دوم میخوام ویجت های ویرایشگر قدیمی المنتور، قدیمی نیست یعنی الان در حال حاضر به همین ویرایشگر کنونی براتون ضبطش کنم. پس بدون معطلی بریم سر وقت آموزش. خب شما باید به ویرایش اون صفحه یا اون قسمتی که میخواید این انیمیشن شبکه‌های اجتماعی رو بذارید بیاید. مثلا من تو صفحه ارتباط با ما میخوام این انیمیشن رو پیاده بکنم و شما به ویرایش این صفحه بیاید. از ویجت های المنتور قرار شد از ویجت های اتمیک استفاده کنیم. کافی اول یه فلکس باکس اینجا اضافه کنیم. این ساختار رو و استراکچر رو هم باز میکنم. خب اول از همه اینو میخوام از این بالا فاصلش بدم، پس میام از قسمت فاصله گذاری اینجا حاشیه خارجی یا مارجین، اینجا اتصالش رو برمیدارم، از بالا حدود 50 پیکسل بهش فاصله میدم و اینجا فلکس باکس اسمش رو میذارم مثلا میل. خب بعد از اون میام یه فلکس باکس دیگه اضافه میکنم، اسم این فلکس باکس رو میذارم کانتنت. خب یه دونه سربر تو همین فلکس باکس اضافه میکنم، ویجت هدینگ اینجا اضافه میکنم. بعدش میام از کانتنت اینجا جهتش رو میذارم روی کالم یا ستونی، تراز محتوا رو روی وسط و تراز موارد هم روی وسط قرار میدم، یعنی جاستیفای کانتنت و الاین آیتم رو هر دو روی سنتر قرار میدم. خب اینجا تایتلش رو مثلا میذارم راههای ارتباط با ما مثلا، و هر جور خودتون دوست داشتید میتونید استایلش کنید. بعد از اون میام یه دونه فلکس باکس زیر همین سربر اضافه میکنم. اینجا میام از قسمت طرحبندی اینجا جهت رو حتما باید روی ردیف باشه. تراز محتوا یا جاستیفای کانتنت رو میذارم روی فاصله بین، تراز موارد هم میذارم روی وسط. بعد از اون میام از قسمت فاصله گذاری اینجا پدینگ یا فاصله داخلی اینجا اتصالش رو بر میدارم، از بالا 20 پیکسل و از پایین هم 20 پیکسل بهش فاصله میدم. خب از قسمت اندازه اینجا ارزش رو اینجا واحدش رو میذارم روی درصد و حدود 70% بهش ارز میدم. خب از قسمت حاشیه اینجا من ضخامت حاشیه رو اینجا میذارم روی 1 پیکسل و اینجا تنظیم حاشیه ها اینجا میام بالا رو 0 میکنم، چپ رو 0 میکنم، راست رو 0 میکنم و فقط میذارم پایین 1 پیکسل بوردر داشته باشه. اینجا رنگ حاشیه رو هم رنگ سیاه بهش میدم و نوع حاشیه رو هم میذارم روی 1 پارچه که نشون بده بوردر خودشون. میام از قسمت ویجت ها یه دونه ویجت هدینگ میندازم، مثلا من اینجا اینستاگرام یا اون اسم شبکه اجتماعی رو مینویسم. بعد از اون میام یه دونه ویجت SVG هم اینجا میذارم، آیکون اینستاگرام رو میذارم اینجا.
این آیکون و تکست رو هر جور خودتون دوست دارید میتونید استایلش کنید. خب من میام اینجا از همین فلکس باکسی که اینجا ساختم، حالا این فلکس باکس رو مثلا اسمشو میذارم سوشال، اسمشو میذارم سوشال راو. خب همین اسم اینجا میام کپیش میکنم، اینجا کنترل وی میزنم تا این کلاس اینجا قرار بگیره برای این سکشن. بعد از اون SVG رو انتخاب میکنم و از قسمت استایل اینجا کلاسش رو میذارم کلاس سوشال آیکان. سوشال آیکان اینجا اینتر رو میزنم تا ذخیره میشه. بعد از اون حالا نوبت به ریسپانسیوش میرسه، میام تو حالت تبلت، اینجا اندازه آیکون رو اینجا میام به خود 65 پیکسل هست میگذارم، مثلا حدوداً 42 پیکسل مثلا میذارم اینجا، میذارم 42 پیکسل، میذارم 42 پیکسل و اینجا این کانتینر 70% رو، کانتینر 70% رو اینجا خودش گذاشته رو 100%، مثل که خودش شده 100%. شما اینجا بذارید رو 100% تو حالت موبایل، اینجا هم چک کنم که اوکی هستش. خب میام تو حالت دسکتاپ، اینجا شروع میکنم ازش تکثیر میگیرم، اینستاگرام رو اینجا میذارم روی، اینجا میذارم تلگرام و آیکون مخصوص خودش رو قرار میدم. آخر از همه نوبت به کدها میرسه که آدرسش رو توی دیسکریپشن همین ویدیو براتون میذارم، میتونید برید از اونجا دانلودش کنید. خب ببینید شما باید یه ویدجت HTML سرچ کنید، HTML، یه ویدجت HTML اینجا بذارید. بعد توی این ویدجت HTML میایید همین قطعه کدهایی که اینجا هست کنترل آ میزنید، کنترل سی میزنید که کپی بشه و اینجا کنترل وی میزنید که پیست بشه. کار این کدا چیه؟ به طور ساده بهتون بگم، کار این کد اینه که در این مدت زمان ترانزیشن، در این 1 ثانیه، کارش اینه که وقتی ما هاور کردیم روی این ردیف ها، یعنی روی این کلاس سوشال رو، ارزش بشه 100%، یعنی ارزی که الان 70% هستش بشه 100%. و این آیکون شبکه های اجتماعی هم حدود 360% در جهت زد بیاد چرخ بخوره و بیاد سر جای اولش یعنی. و کار این کد JS اینه که وقتی ما هاور کردیم روی هر یک از این ردیف ها، بقیه ردیف ها که روشون هاور نیست اوپاسیتیشون میشه کم میشه. مثلا الان اینجا اوپاسیتیش گفته که حدود 0.3 بشه وقتی که ما روی هر کدوم از اینا هاور میکنیم. خب حالا بریم سراغ پیاده سازی این انیمیشن شبکه‌های اجتماعی با سیستم فلکس باکس ویرایشگر المنتور. خب شما اول یه دونه کانتینر کلی میندازید اینجا، بعد از قسمت ادوانس من اینجا مارجینش رو، اتصالش رو برمیدارم، از قسمت بالا بهش 50 پیکسل مارجین میدم. بعد از اون میام از قسمت استراکچر یا ساختار، اینجا اسمش رو اینجا میذارم روی مین و یه دونه کانتینر دیگه اضافه میکنم اینجا و این کانتینر هم اینجا اسمشو میذارم روی کانتنت، اینجا دایرکشنش رو میذارم روی کالم جاستیفای کانتنت سنتر، الاین آیتمزش هم سنتر. خب بعد از اون میام یه ویجت سربرگ، یه ویجت هدینگ اینجا اضافه میکنم، مثلا اینجا اسمشو میذارم ما در شبکه‌های اجتماعی. خب زیر همین هدینگ یه دونه فلکس باکس دیگه اضافه میکنم، یه دونه کانتینر دیگه اضافه میکنم، ویدثش رو میذارم روی 70%، از قسمت آیتم دایرکشن رو میذارم روی رو یا ردیف، جاستیفای کانتنتش رو روی اسپیس بیتوین یا فاصله بینابینی و الاین آیتمزش هم روی سنتر میذارم. و بعد از این میام از قسمت ادوانسد میام اینجا یک کلاس بهش میدم، کلاسشو میذارم کلاس سوشال رو، اینجا میذارم روی سوشال رو و
از قسمت استایل اینجا بوردر تایپش میزنم روی سالید یا همون یک پارچه، اتصالش رو ور میدارم و از قسمت پایین یعنی لفتش رو میذارم روی یک و بوردر کالرش هم اینجا کاملا سیاه میکنم. خب بعد از اون اینجا از قسمت ویجت ها یه دونه ویجت سربر اینجا اضافه کنم و اسم شبکه اجتماعی رو اینجا می نویسم، مثلا اینستاگرام اینجا میذارم روی اینستاگرام. از قسمت استایل اینجا تکست کالرش رو میذارم روی کامل سیاه، بذار تا اینم بذارم روی کامل سیاه، خب که هر دوتاشون سیاه باشه. خب بعد میام تو همون کانتینر آخر اینجا یه دونه ویجت آیکون رو میذارم اینجا. خب و آیکون شبکه آیکون اینستاگرام رو براش اینجا میذارم. خب بعد از اون میام از قسمت ادوانسد اینجا یک کلاس بهش میدم، کلاس سوشال آیکون بهش میدم و بعد از اونم شروع میکنم ریسپانسیوش میکنم در حالت تبلت به کنارها چسبیده. خب بیام یه پدینگ بهش بدم، مثلا اینجا 20 پیکسل بهش پدینگ میدم. خب بعد از اونم میام آیکون شبکه اجتماعی اینجا کمترش میکنم، سایزش رو مثلا میذارم روی 44%، مثلا 44 پیکسل. خب و اینجا میام این کانتینر آخری که اینجا دارم از قسمت لی اوت واحدش رو میذارم روی درصد و به 100%. خب بعد از اون میام از قسمت ادوانسد اینجا پدینگش رو 0 میکنم، باتم 20 پیکسل پدینگ میدم و به تاپش هم 20 پیکسل پدینگ میدم. خب بعد از اون میام شروع میکنم ازش تکثیر میگیرم و همه شبکه‌های اجتماعی رو اینجا میذارم. در آخر از همه نوبت به یه دونه ویجت HTML میرسه که اینجا من کداشو بذارم. کداشو براتون میذارم توی چنل تلگرام که لینکش رو در دیسکریپشن همین ویدیو قرار میدم. خب اینجا اینو من کنترل آ میزنم که همه کدا انتخاب بشن و کنترل سی میزنم که کپی بشن و در اینجا هم کنترل وی میزنم که پیست بشن. خب بعد از اون اینجا انتشارش رو میزنم. خب حالا بریم نتیجه کار رو با هم دیگه ببینیم که میبینیم به چه زیبایی داره این این انیمیشن داره کار میکنه. خب خیلی ممنون که حوصله کردید و ویدیوی منو دیدید. در پایان یادتون نره که اگر به این دست آموزش ها علاقه دارید حتما چنل من رو سابسکرایب کنید و اگر از این آموزش لذت بردید حتما این ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. خیلی ممنون، خدایا رو نگهدارتون.